خوشگله، بیا سیب بخور. بیا. یا مال منی یا هیچکی. سلام به همه رفقای عزیز. به سینما لایت خوش اومد. امروز میخوایم بریم سراغ یه موضوع خاص. میخوام بهتون فیلم و سریال‌های ایرانی رو معرفی کنم که بر اساس واقعیت ساخته شده، که از شخصیت‌های واقعی الهام گرفتن. خیلی وقتا این آثار هم میتونن جذاب باشن، هم ناراحت کننده، چون ماجرایی رو نشون میدن که واقعا اتفاق افتاد. پس اگه شما هم از اینجور فیلم‌ها خوشتون میاد، تا آخر ویدیو با من باشید. فیلم اول خرس به کارگردانی خسرو معصومی تو سال 1390 ساخته شد و توی جشنواره فیلم فجر جوایز مهمی مثل بهترین بازیگر نقش اول مرد رو فرهاد اصلانی، ولی به خاطر محتوای اجتماعی و سیاسی توقیف شد و حالا به طور غیرقانونی توی یوتیوب منتشر شده. بازیگرایی مثل پرویز پرستویی، مریلا زارعی و فرهاد اصلانی توی این فیلم ایفای نقش میکنن. داستان این فیلم واقعیه. در واقع نویسنده فیلم یعنی خسرو معصومی روایت اونو از زبون یه نفر شنیده. داستان این فیلم با برگشتن رزمنده شروع میشه که همه فکر میکردن شهید شده، وقتی که اون بعد از سالها اسارت به خونش برمیگرده با یه واقعیت شوکه کننده روبرو میشه. همسرش که فکر میکرد اونو کشتن و حالا با یه مرد دیگه ازدواج کرده. این فیلم به دلیل محتوای حساس خودش، مخصوصا تو زمینه شرعی، مسئله ازدواج دوباره یه رزمنده مورد انتقاد قرار گرفت و نهایتاً توقیف شد. فکر کردی اینجا شهر هرته هر غلطی دلت بخواد بکنی؟ آره؟ ساره مهتاجی، کودک 5 ساله که در تاریخ 7/9 مادرت با عذاب میشورم. فیلم بعدی پریا به کارگردانی شاهین صمدپور تو سال 1403 ساخته شد. این فیلم کوتاه 17 دقیقه است و ژانرش اجتماعی خانوادگی که یکی از تاثیرگذارترین آثار توی سینمای ایرانه. تهیه کنندگی این فیلم هم فاطمه دانشور به عهده داشت و بازیگرایی مثل حسین مهری، ساجی اصغری و عسل شاکری و آدرینا توشه توی این فیلم ایفای نقش کردند. داستان فیلم از زندگی واقعی الهام گرفته و به معضل کودک آزاری و افراد مبتلا به پدوفیلی میپردازه. داستان درباره یه دختر به اسم پریاست که تو بچگی از طرف همسر مادرش مورد تجاوز و آزار قرار گرفته و این راز رو برای سالها تو دل خودش نگه میداره، ولی آخرش با وخیم شدن حال مادرش مجبور به مواجهه با گذشته تلخش میشه. فیلم با یه پرداخت واقع‌گرایانه داره به مخاطب هشدار میده که حتی افراد مورد اعتماد خانواده هم میتونن مرتکب همچین چیزایی بشن. و اما داستانی که این فیلم از اون ساختن درباره کیه؟ درباره کیمیای 7 ساله‌ایه که پیش مادر و مادر بزرگش توی کرج زندگی میکنه. بعد از اینکه کیمیا رو از پدر واقعیش به خاطر اعتیاد و آزار و اذیت سلب حضانت کردن و اونو دادن به مادرش و نهایتاً پدر و مادرش از هم جدا شدن. بعد از حدود 1 سال مادر کیمیا برای تأمین هزینه ها مجبور به ازدواج با یه مردی شد که 5 سال از اون کوچیکه. بعد از اینکه مادر کیمیا با بابک عقد میکنن، متوجه یه سری رفتار عجیب بابک میشه. مثلا بهش قرص خواب میداد به بهانه اینکه خواب آرومی داشته باشه. پدر ناتنی طبق گفته کیمیا 70 بار بهش تجاوز و از اونجایی هم که خواب مادر کیمیا سنگین بوده و قرص خواب میخورد، بابک هم هر شب از این فرصت سوء استفاده میکرد و به آزار و اذیت دختر 7 ساله ادامه میداد. رژ لب دوست دارم، لبام قرمز میشه جذاب میشم. در بیارن لباسمون. من مریضم پریا. فیلم بعدی بیدار شو آرزو به کارگردانی کیانوش عیاری که تو سال 1383 ساخته شد. این فیلم سالها فرصت اکران نداشت و بالاخره بعد از گذشت 13 سال تو سال 1396 تو گروه هنر و تجربه اکران شد. از روی اتفاقات زلزله بم تولید شد، پس قرار نیست لحظات خوشی رو با دیدنش تجربه بکنید. خود کیانوش عیاری هم گفته که این فیلم مثل زلزله بم تلخه. داستان فیلم با زلزله بم شروع میشه. آرزو که یه معلمه و از زلزله جون سالم به در برده، تصمیم میگیره به بازماندگان و زخمی‌ها کمک کنه و این فیلم تلاشای اونو نشون میده. این فیلم یکی از آثار مهم سینمایی ایرانه که به مسائل اجتماعی، انسانی و اخلاقی تو شرایط بحرانی پرداخته. 2 هفته به تو مرخصی دادن، بعدم باید بری زندان کرمان خودتون معرفی کنی. خدا صبرتون بده. خدا بهمون مرگ بده. فیلم بعدی سریال گردنزنی که توسط سامان سالور کارگردانی شده از 23 شهریور 1403 که فیلم نت پخش شده. داستان این سریال درباره 2 زوجی هستش که بدون رضایت خانواده‌شون با هم وصلت میکنن.
نیما و باران که تازه ازدواج کرد. اتفاقات عجیب وقتی شروع میشه که نیما و باران تصمیم میگیرن مراسم عروسی خودشونو ترک ولی این وسط یه نفر اونا رو به تهدید به افشای فیلم‌ها و عکس‌های غیر مجاز میکنه و به خونه اونا حمله میکنه و ماجراهای پیچیده شکل میگیره. خیال گردنزنی داستان قتل بهزاد و نازنین، یه زوج که شب عروسیشونه. ساغر دوست دختر سابق بهزاد که از ازدواج اون با نازنین ناراحت بود، همراه برادرش سهراب و دوستش فرهاد یه نقشه برای انتقام میکشن. اونا به خونه این زوج توی شب عروسیشون میرن، به بهزاد حمله میکنن و با چاقو اونو میزنن. دستای بهزادو میبندن و جلوش به زنش تجاوز میکنن. نکته جالب اینجاست که داستان این سریال کاملا بر اساس واقعیته و تمام اتفاقایی که توی اون میبینی برگرفته از یه پرونده جنایی واقعیه که توی ایران اتفاق افتاده. الان تو بعد خوندنش اینا به هم غلجنی دختر چه قهیبونی کلا اهل مخفی کاری نیست. گردن زن. فیلم بعدی فیلم لانتوری که توی سال 1395 ساخته شد و تهیه کنندگی، کارگردانی و نویسندگی اون به عهده رضا دورمیشیان بود. این فیلم داستان پاشا، رهبر یه باند خلافکار رو نشون میده که عاشق مریم، یه خبرنگار و فعال اجتماعی میشه. مریم به دلیل فعالیت‌های اجتماعیش در برابر خشونت و بی‌عدالتی وای میسته و درخواست‌های مکرر پاشا برای رابطه رو رد میکنه. پاشا که از این رد شدن عصبانی میشه، تصمیم میگیره از مریم انتقام و به صورت اون اسید بپاشه که باعث میشه مریم نابینا بشه. بعد از این حادثه مریم که قبلا از بخشش و عدالت صحبت میکرد، حالا خواستار قصاص از پاشا. این داستان از روی یه حادثه واقعی ساخته شده. سال 1383 آمنه بهرامی توسط یه مرد به اسم مجید موحدی مورد حمله اسیدی قرار گرفت و دچار آسیب جدی به چشمش. آمنه بعد از این حادثه به نماد مبارزه برای عدالت تبدیل شد. سلامتی نگات که مال خودم. با من اینجوری صحبت نکن. چشم. اینجوری بود که گروه لانتوری شکل گرفت. فیلم بعدی ماهی و گربه محصول سال 1393 به کارگردانی شهرام مکریه. اواخر دهه 70 یه خبری اومد که توی یکی از رستوران‌های بین راهی از گوشت انسان استفاده می‌کرد. و بعد از سالها شهرام مکری تصمیم گرفت این داستان وحشتناک رو تو قالب فیلم به تصویر بکشه. فیلم که فضای رعب‌آور داره، تماشا اون برای همه اقشار توصیه نمیشه. داستان فیلم ماهی و گربه حول محور گروهی از دانشجوهایی میچرخه که به شمال میرن. اونها که توی نزدیکی یکی از رستوران‌های بین‌راهی سکونت دارن، کم کم متوجه موارد مشکوکی میشن. چیزایی میبینه که بقیه نمیتونن ببینن. اینم خیلی امیدوارم از این معرفی فیلم و سریال های واقعی لذت برده باشید. اگه شما هم فیلم و سریال دیگه ای میشناسید که بر اساس واقعیت ساخته شدن، حتما توی کامنت ها بهم بگید. یادتون نره که این ویدیو رو لایک کنید و اگه سوال، نظر یا پیشنهاد انتقادی داشتید، حتما توی کامنت ها بپرسید. تا ویدیوی بعدی مراقب خودتون باشید. خداحافظ.